ساخت ایجنت متنی. چرا میگم متنی؟ چون نمیخوام توی این ایجنت از قابلیت تکست تو وایس یا وایس تو، یعنی صحبت بکنیم باهاش یا اون با هم صحبت بکنه استفاده بکنم. من میخوام ویدیو مختلف بسازم، یعنی اینکه برای هر کدومشون، ولی این قسمت من میخوام وقت بذاریم که یه ایجنتی بسازیم که باهاش میشه چت کرد و میتونه به ما وقت بده. مثلا یه اه، تقویم داره برای خودش. فکر کنیم مثلا برای یه دکتر میخوایم ازش وقت بگیریم، به جای اینکه با خود دکتر صحبت کنیم میخوایم با ایجنت صحبت بکنیم. باشه. اگه ندیدین ویدیو قبلی من توضیح دادم که ایجنت چی هست و چجوری کار میکنه، چطوری که یه هوش مصنوعی، چت هوش مصنوعی میتونه تبدیل به یه ایجنت بشه. تو این ویدیو میخوایم ببینیم که چجوری میتونیم اینو بسازیمش. ام، خب بریم شروع کنیم به اوپن کد. من یه فولدر جدید میسازم به اسم چت ایجنت. چت ایجنت. میخوام از اوپن کد استفاده کنم. قطعا کلاد کد الان دیشبم کلاد 4 و 8 اومد. قطعا کلاد کد میتونه اینو خیلی خوب درست کنه برامون، ولی میخوام با اوپن کد انجامش بدیم چون که مدل های رایگان میده و خب قطعا شما هم میتونید دسترسی داشته باشین بهش. ممکنه نیاز به فیلتر شکن داشته باشین، ولی خب حداقل اینکه رایگان هست، مدل رایگان داره. من میام و از مدل کنم میمو رو بخوام استفاده کنم این دفعه. دارمش رو های. ببینیم ای LM آرنا از مدل های خوب ایجنتی کد. کدینگ رو ببینیم. GLM 51 خوبه. میمو بد نیست. بذاریم الان GLM 51 خوب رایگان نیست، ولی میمو رو داره به ما. میمو همین ورژن دیگه 2.5 پرو رو داره به ما اینجا رایگان میده. البته ننوشته پرو، امیدوارم پرو باشه. خب این دفعه من پیاردی آماده نمی کنم. میخوایم با هم شروع کنیم، آروم آروم بریم جلو. خب چون یه پروژه نیست که بگم این پروژه تو ذهنم من میخوام انجامش بدم. میخوام با خود چت تو همینجا چت کنیم، بعد کانتکست ویندوزش رو آماده کنیم، در واقع ذهنش رو آماده کنیم و بریم جلو. Hey, I want to make a chat agent. Would you help me with that؟ میخوام یه چت ایجنت درست کنم، میتونی بهم کمک کنی؟ بذار ببینم فارسی سپورت میکنه. سلام. نه خیلی فارسیش بده این. م، این چی؟ نه، اینم یه ایجنت دیگه است به اسم پای. اینم فارسیش خوب نیست. خب متاسفانه. ولی خب میتونی فارسی بنویسی، اما خوندنش خیلی سخته و قطعا هم خب خروجی که انگلیسی بهتون میده بهتره. ببین اگه انگلیسیتون حتی در حد دست با شکسته هست، اوکیه ازش استفاده کنید، چون هوش مصنوعی میفهمه منظورتون و لازم نیست دقیق بهش بگید. حتی اگه اشتباه بنویسین، مثلا غلط املایی داشته باشین، میفهمه. حتی اون خیلی بهتر از اینه که فارسی بنویسین، چون هوش مصنوعی میتونه حدس بزنه چی دارین میگین و به انگلیسی فکر میکنه همچنان. ولی اگه به فارسی بنویسین این ممکنه یکم سختش باشه. بسته به مدل هم داره دیگه. حالا مدل های رایگان هم میشه حتی واسهشون سخت‌تر هم میشه. م، خب گفته چه چت ایجنتی میخوای؟ LLM پاور میخوای؟ رول بیست میخواین؟ رگ بیست میخواین؟ خب ما خیلی خیلی ساده میخوایم. خب ما LLM powered میخوایم. فرقشون چیه؟ LLM powered میشه large language model، همین AI خودمون که داریم صحبتشو میکنیم، هوش مصنوعی زبانی مثل اوپن AI، چت جی پی تی، آنتروپیک، مدل های کلاد.
رول بیس این چت های قدیمی مثلا توی یاهو مسنجر من یادم یه باتی بود باهاش میرفتی چت میکردی، بعد مثلا واسهش ثبت شده بود اگه اگه گرفتی سلام مثلا جواب بده سلام. خب یعنی همش کد بود، هیچ هوش مصنوعی پشتش نبود. پترن رو مچ میکنه و اینا، هیچ LLMی توش نیست. رگ بیس میشه یه مرحله بالاتر از LLM، یعنی خود LLM هست، هوش مصنوعی هست. بعد یه چیزی شبیه به دیتابیس هم داره که یه دانشی رو میخوایم بهش وصل بکنید. خب فکر کنید مثلا اتفاقا برای ایجنت ها این رگ خیلی چیز مهمی میتونه باشه. حالا اینم میتونیم اضافه کنیم بعداً. بذار این رو بنویسم. رگ افزودن رگ به ایجنت. ولی حالا الان مهم نیست. حالا رگ چیه؟ رگ یه چیز شبیه دیتابیسه، یعنی اینکه مثلا فکر کنید SQL دیتابیسه ولی برای هوش مصنوعی. همین. حالا اسمش یکم عجیب غریبه و ترسناکه چون که برای هوش مصنوعی ساخته شده، به شکل دیتابیس هایی که قبلا ما باش کار میکردیم SQL و اینا نیست. از یه سری چیزا به اسم مثلا امبدینگ و اینا استفاده میکنه که برمیگرده با اینکه هوش مصنوعی چجوری اصلا آموزش دیده شده و اینکه نمیاد بره مثلا بخواد دیتایی رو بخونه، نمیاد بره توی مثلا کوئری SQL بنویسه، تو دیتابیس کوئری بزنه از دیتابیس بکشه بیرون. تو دیتابیس های خاص خودش هست که میره با روش هایی که مثلا با امبدینگ و اینا سرچ میکنه. چرا؟ چون اصلا خود هوش مصنوعی اول میاد کلمه رو تبدیل میکنه به یک امبدینگ، به توکن. بعد از توکن میشه وکتورها و امبدینگ، بعد از وکتور دیتابیس و اینا. یکم بحثش الان ربط به این الان نداره، نمیخوام وقت بذارم، ولی رگ این هست. خب که در واقع میتونی یه دانشی رو بهش اضافه کنید به علاوه اون LLMتون، که البته رگ تا حد زیادی واقعا مثلا اوایل خیلی موثر بود، خیلی لازم بود، به خاطر اینکه کانتکست ویندوزها خیلی کوچیک بود. الان بسته به اینکه چه محتوایی چقدر دانش قراره داشته باشه، شاید اصلا رگ لازم نداشته باشه. اگه محتوا اونقدری زیاد نیست میتونید تو همون کانتکست ویندوز LLMتون بذارینش. حالا میرسیم به اونجا. پس من الان میخوام اینو انجام بدم. گفته کدوم لنگویج زبان رو میخواین؟ بذاریم با بذاریم میخوام یه کاری بکنم، بخوام خیلی سادهش بکنم. میخوام از AI پس استفاده کنم. حالا میگین این که ساده نیست ولی میخوام سادهش بکنم که بتونیم بدون اینکه، چون اگه مثلا من الان برم یه API کی چت جی پی تی بگیرم و اینا، بعد شما باید برین API کی چت جی پی تی بگیرین. ولی با AI پس که اگه تستش بکنیم و بذارین رو همون اسپیسز بسازیمش، مثل اینکه مثل دفعه قبل که تو ویدیو قبل از همین اسپیسز استفاده کردم و یه اپ اینجا درست کردیم. فکر کنم این بود. اگه حالا نمیدونین اسپیسز چیه، بیاین تو AI پس یه اکانت بسازین، بعد از این بخش بالا اسپیسز یا اسپیس جدید برای خودتون درست بکنید. بعد اینجا یه API کی بهتون میده، ایجنت API کی برای اسپیستون، و یه پرامپتی هم اینجا بهتون میده که اینو فقط کافیه به هوش مصنوعی بدین. البته من اول باید اینا بزنم که API کی بسازه برام. خب بعد اینو میذارش خودش این تو. اینو کپی میکنم. حالا من بعد ویدیو اینو روتیت میکنم، فکر نکنید میتونید از این استفاده کنید. Type your own answer. I want to use AI Pass and build it on AI Pass spaces. Please read it. Please. این مثلا میگم مثلا مهم نیست. Read it but don't start to code yet. خب میگم که میخوام از AI Pass استفاده کنم، روی AI Pass spaces بسازم، لطفا اینو بخون ولی کد نزن. حالا من اون چیزی که کپی کردم اینجا پیست میکنم. What interface do you web UI دیگه. حالا سوالای آماده کرده بود. کدوم مدل رو میخوایم بذاریم؟ بگیم که از مدل
Gemini use Gemini. خب بریم ببینیم چی میشه. الان شروع میکنه به فکر کردن. الان داره اسکیلای AI پس رو میگیره میخونه ببینه که چجور کار میکنه. از اون توکنی که واسش ساخته بودم استفاده کرد. که ببینه از AI پس توش چی هست، چه چیزایی هست. حالا داره میگه که یه چت ایجنتی میخوام بسازم. خب من گفتم بهش کد نزن ولی داره کد میزنه، پابلیش هم داره میکنه. این فرقه اینه، مثلا این مدل و مدل کلاده اونو بیشتر به حرفت گوش میکنه. میگه الان بالاست. خیلی سریع بود برای اینکه بخواد کار بکنه، واقعا امید زیادی بهش ندارم ولی بذار تستش کنیم. ای پس هم کانکت میکنم، میگم ای پس شما میتونی $1 رایگان بگیری. های اینم بذاریم رو فلش لایت. what is your name. من واقعا نیست، فکر کنم داره کار میکنه خیلی سریع. خب خیلی یوایش بده. جمنای نه واقعا داره کار میکنه، واقعا داره ارسال میکنه درخواستو و جواب میگیره. جوابم داره درست میگیره. جوابم خب آره داره کار میکنه. حالا در این تا اینجا هنوز ما ایجنتش نکردیم. این الان فقط یه چته، همونجور که گفتیم یه چت. اوکی. بذار من اینو بگم could you improve the UI so I don't have to use so I want the chat to be pinned to button. خب ولی خوشم آمد، مدل خیلی سریع کار کرد. حالا ببینید این حالا میگم یوایش بده ولی منم هیچ ایده‌ای بهش ندادم، خودش یه کاری کرد. خب داره CSS رو تغییر میده. البته نیاز داره که پابلیشش کنه. من سریع هم هست مدلش و کار کرد. دیدین درست شد. الان من دیگه لازم نیست اسکرول کنم، این اینجا هست. خب حالا من میخوام چیکار کنم. I want to add something to this app. I want to have a calendar with time inside it like a calendar, and I want the user to be able to um, get appointment from me. Agent has to check for available time and date. If it's empty, then asks user name and phone number and add the to calendar. It's okay, we don't need database now. I just want to test this agent. Later we can add database. خب حالا چی بهش گفتم که میخوام به این اپ یه کلندر اضافه، یه تقویم اضافه کنیم
که شبیه مثلا گوگل کلندر تایم و اینا هم داره، فقط دیت نیست. من میخوام که کاربر بتونه که مثلا توش یه وقت ست کنه و ایجنت باید چک کنه که آیا تایم وجود داره یا وجود نداره، مثلا کی وقت خالی هست، اگه اون تایمی که مثلا کاربر میخواد اون پره نباید بهش بده اون تایم. How should the calendar display in the UI؟ آره میخوام سایت بار باشه. available میگه چه تایم کاریتون مثلا میخوای که باشه، مثلا میگه همون 9 تا 5. How far in advance user can این تا یک ماه، یک هفته بتونه، تا یک هفته مثلا من بتونم وقت بگیرم واسه هفته آینده. حالا اینش خیلی چیز نیست، این جالبه که مدل این سوالا میاد به ذهنش و داره از ما میپرسه. ببین واقعا این بدترین روش کد زدنه. خب یعنی این روشی که اکثرا استفاده میکنن برای کد زدن. میخوام بهتون بگم این روش هم جواب میده، اوکی، ولی خب من هی باید بیشتر با ایجنت سر کله بزنم، هی خطا میده بعد اصلاح بکنم. ولی مثلا اگه من پیاردی ترتمیزی از اول آماده میکردم میومدم بهش میدادم، خیلی سریعتر به نتیجه میرسم. ولی الان یه دلیلی که این کار میکنم، میخوام که با هم بریم جلو ببینیم چه اتفاقی میفته مرحله به مرحله. خب این الان پلن کرد، هنوز چیزی نساخته. من نمیخونمش. looks good go ahead and implement. نمیخونمش، میگم خوبه که خوبه و برو ارش کن. این هم خیلی مهمه که یه حواسمون به این توکنامون باشه، چون اگه توکن پر بشه کارمون در اومده، به مشکل میخوره. این گفته 5% الان استفاده شد. حالا ببینیم که چه میکند. آها، توی لوکال استوریج داره، یعنی توی دیتابیس نیست، روی مثلا مرورگر کروم خودم ذخیره میکنه دیتا رو. اوکیه برای تست، اوکیه، ولی مثلا برای بعدا میتونیم مثلا یه دیتابیس هم بهش معرفی کنیم که اینم دیتابیسته، اونجا ادش کن، مثلا دیگه واقعا یه اپ کامل داشته باشه. این الان برای اینکه مثلا فقط ببینیم این اپ چجوری داره کار میکنه جذابیت داره. خب ولی اپی نیست که واقعا بگیم این یه سولوشن فایناله. یه این چیزی که برای آخر میدونی، یه نسخه آزمایشیه. من مثلا اگه دوستم بگه یه اپ میخوام که بتونیم باش وقت بگیریم، میتونم اینو بهش نشون بدم، یا این هست. بعد مثلا بگه خب الان اینو میخوام براش مشتری دارم، میگم که اوکی من الان یکم زمان لازم دارم که مثلا خب اینو وصلش اینو به مشتری فعلا نشون بده. اگه اوکی داد، من حالا دیتاشو باید واقعا وصل کنم به یه دیتابیس واقعی. خب یا کدوم مثلا از روی AI پس برش دارم بذارمش روی سرور، واسش یه سرور جدا بنویسم و این داستانا. چون این نمیخوام به کاربر بگم که اگر میخوای وقت بگیری برو تو AI پس اسپیسز چت ایجنت، بعد مثلا اونجا مدل تو انتخاب کن. حتی مدل رو باید حذف بکنیم، یعنی الان خوبه هستش برای تست، ولی بعد حذفش بکنیم. خب VO 3 هم اومده تو مدل ها نشون داده. این VO برای مدل، برای ساخت ویدیوه. ولی جمنای فلش رو من میپسندم چون سریعه واقعا و تقریبا هم خوبه برای ایجنت. خب میگه تموم شد، بریم ببینیم چی کار کرد. بذاریمش روی فلش. هی can you بذار ببینیم چی میگه، بگم هی I want to get an appointment. خب میگه که بهش گفتم میخوام اپاینتمنت بگیرم. Here is the available slots Friday. خب بذار الان تمام روزهای خالی رو داره به من میگه. میبینین یکم زشته این به خاطر اینکه AI به صورت با MD خروجی میده. MD files MD files markdown به قولی. این الان من جواب اینو بذارم این تو، خوشگل تر میشه. میبینی این شکلی میشه. واسه اینکه این پروفش بکنم could you add a markdown parser so I can see these without more clean.
و دقت کردین چقدر این AI ما سریعه؟ چون این فلش لایت مدل سریعیه، ولی خب لزوما مدل خوبی نیست، یعنی ممکنه خطا بده. اما معمولا مدل های جمنای از لحاظ هزینه و توانایی اینکه یه ایجنت باشن خوب دارن کار میکنن. حالا ما میخوایم بریم الان کد اینم بخونیم ها، چون این واسه من خیلی مهمه که بهتون نشون بدم این الان چجوری داره این درخواست من رو به این تبدیل میکنه که این واقعا بره و دیتاهای، چون واقعا دیتاهایی که داد دیتاهای درستیه. خب توهم نزده. و چجوری این دیتا رو در آورد، از کجا در آورد. خب بریم ببینیم که الان داره مارکدان پارسر هم میخونه. لایبرری اد کرد، داره یه لایبرری اد کرد که اون مارکدان هم بخونه. حالا همینجوری که داره لودش میکنه اوپن، این کامند اوپن دات باعث میشه که اون فولدری که توش هستین رو باز بکنه. کلا یه اپ HTML ساخته. بذارید من اینو با مثلا آنتی گراویتی با نوت پد باز میکنه. خب چیزی که برام واقعا نوت پد خیلی سخت خوندنش اینم با VS کد ندارم من. VS کد نه این ندارم. آنتی گراویتی تراست کن، این رو باز کن برای ما. رو خدا نکنیم باز کن با ایر. هم باز شد. خب این خوبه. این ایر مال جت برین، همون شرکتی که اینتلیج آیدیا رو ساخته. حالا اگه میدونید اینتلیج آیدیا چیه، این هم ساخته که برای AI فرسته، ولی حالا اخیرا قبلا خیلی باگ داشت، من یه ازش استفاده نکردم برای تایمینگ. خب ببینیم چه کدی زده. این کد قسمت مهمش واسه من اینجاست. میبینی یه سری متد داره، حالا که مثلا get available slots. میبینید اینا الان اون فانکشن هایی هم که ساخته شدن get booked for next 7 days، اینا فانکشن هایی که ساخته شدن که واقعا میره و دیتا رو واقعا میخونه. ولی حالا اینکه چجوری هوش مصنوعی داره اینا رو صدا میزنه، این برای من مهمه. get next 7 days خب available build system prompt. آها اوکی. خب بذار اول ببینم چی شد. این مارکدانش رو ساخت. این جواب مدل بذاریم فلش لایت. What are your availability for today؟ حالا دیگه مارکدان نمیده. البته فکر کنم چرا دیگه این نقطه ها رو مارکدان الان پردازش کرد که ترتمیز داره میشه. Give me at 2 p.m. می‌بینی قشنگ داره از آن میگه که باشه دو خوبه. قبل از اینکه چیز کنم به هم اسم تو بگو. ایلیا ببینی پلاس 34 یه چیز رندوم و سریع هم اینجا بوک شد. میبینی بوکت. اوکی بذار من یه ریفرش بکنم، چون این نپرید، چون روی کروم دیتا رو کروم داره. الان مثلا این صفحه رو با یه چیز دیگه باز کنم پریده. What are the availabilities for today؟ دو اونجا نیست. خب حالا ببینیم چجوری کار کرد. یعنی ما الان یه ایجنت ساختیم. تبریک میگم. ببینیم چجوری کار کرد.
اینکه چجوری کار کرد اینه که اول یه سیستم پرامپت باید بسازه. خب پس هوش مصنوعی اولین کاری که میکنه وقتی که یه چت هوش مصنوعی میسازین، ما یه پرامپتی داریم. اینو تو ویدیوی قبلم گفتم. وقتی که باهاش وارد یه چت میشین، یه کانتکست ویندوزی داریم. اوکی، کانتکست ویندوز. به قولی یه جا خوندم میگفت که هوش مصنوعی کجا زندگی میکنه، توی اون پارامترهاش نیست که آموزش دیده شده. هوش مصنوعی در واقع تو کانتکست ویندوزش داره زندگی میکنه، اون بازه‌ای که داره چیز میکنه. اولا که این مدل خیلی خوب بود، واقعا راضی بودم ازش، خیلی قشنگ کار کرد، تمیز اومد این مدل، این چیزو ساخت روی اسپیسز. حالا اگه بخواید روی ای پد مثلا برای یه سایت پروداکشن به استفاده کنین، باز میتونین از ای پس استفاده کنین، ولی نه اسپیسزش قابلیت های دیگه داره که میتونین از اون استفاده کنین. ولی حال اسپیسز این قابلیت هم بهتون میده که مثلا من الان اینو میتونم واسه دوستم بفرستم، اونم میتونه ای پس خودش رو کانکت کنه، اونم $1 بگیره. البته باید با گوگل لاگین کنید تا $1 بگیرید، گوگل اتنتیکیشن، و مثلا تست بکنه اونم. مثلا لازم نیست که چیز بکنه، مثلا شما پول AI شو بدین، هر کسی خودش پول خودشو از این خودشو میده. برگردم به اینجا. خب AI توی این کانتکست ویندوزش داره زندگی میکنه. خب وقتی که ما یه چت میسازیم، مثلا ایجنت نه، یه چت با AI میسازیم، باید اول بیایم یه سیستم پرامپتی واسش آماده کنیم. سیستم پرامپت چی میگه؟ مثلا بهش میگه که تو یه پسر خوبی، مثلا you are a helpful assistant، یه اسیستنت خیلی کمک میکنی و از این داستان. خب and answer and you will answer in good and nice way to use. خب این سیستم پرامپت اینجوری میگه که مثلا چجوری قراره واقعا این هوش مصنوعی کار بکنه. خب اگه مثلا ما الان تو شرکت ما که من لوسیا هست، اپ ما این قابلیت داره، حالا اینجا یکم معلومه تو اینم استارت چتی، نه اینجاش نه، تو اپ موبایلش این قابلیت داره که کاراکترهای مختلف استفاده کنیم. مثلا ترینر داریم، الیاس داریم، خود لوسیا رو داریم اینا. بعد واقعا فرق میکنن وقتی باشو صحبت میکنیم، فکر میکنیم که شخصیت متفاوتی داره با شما حرف میزنه و نوع جوابها و مثلا چیزی که صحبت میکنه، تمرکزی که داره اون هوش مصنوعی فرق میکنه. خب توی لوسیا در حال حاضر ما فقط چت داریم، مثلا ایجنت نیست، هرچند داریم که ایجنت هم میاریم بالا. ولی اینو ببندم. ولی چجوری ما اینو ساختیم؟ بیشتر همین سیستم پرامپته. یه سیستم پرامپت دادیم بهش، حالا در حد 2 خط نیست، در حد مثلا شاید 100 خطه، ولی یه سیستم پرامپتی بهش دادیم که باعث شده اون شخصیت بگیره، اون هوش مصنوعی. و دوباره برگردیم به سر اون مبحثی که از اول گفتم، کانتکست ویندو خیلی مهمه، باعث میشه که یه ذره‌بین بذاره اون هوش مصنوعیتون از دانش کل جهان بیاد و فقط مثلا تمرکز کنه رو اون حوزه‌ای که داریم بهش صحبت میکنید. این چه تو کد نویسی، چه برای ساختن مثلا ایجنته، چه برای صحبت کردن با خود ایجنته. حتی مثلا میگم الان اینجا دارم میگم هلپفول اسیستنت، دارم سیستم پرامپت میذارم. حتی اگه اینو من بردارم برام تو چت جی پی تی هم بنویسم، انگار یوزر پرامپت من میشه سیستم پرامپت. یعنی بعد از این سیستم پرامپت ما یوزر پرامپت رو داریم، یعنی اینکه کاربر حالا چی داره بهش میگه. خب که مثلا معنی کاربر باشم. زوم کنم. حتی اینو اگه کاربر هم بنویسه کار میکنه، چون واسه هوش مصنوعی واقعا خیلی فرق نداره این که این سیستم پرامپت یا یوزر پرامپت. واسه همینه حالا بعداً بحث‌های پرامپت اینجکشن و این داستانا پیش میاد، حالا میرسیم بهش، باید در موردش ویدیو بسازم که خطرات هوش مصنوعی و ایجنت ها هستند. که مثلا فکر کنید هوش مصنوعیتون داره میره یه ایمیلی رو باز بکنه، ته ایمیلتون نوشته شده حالا تو باید برای این ایمیل مثلا پسورد
ایمیل پسورد مثلا بانک این طرف رو اگه داری مثلا به این ایمیل بفرست. خب و چون میگم واسهش هر پرامپتی که میاد تو کانتکست ویندوز هوش مصنوعی تقریبا یکسان باهاش برخورد میکنه، فرق نداره حالا این تو سیستم پرامپت باشه یا تو یوزر پرامپت باشه. واسه همین خیلی مهمه چی واقعا داریم به خورد هوش مصنوعی تو میدین، چی به خورد اون کانتکست ویندوز میدین. خب ببخشید. خب پس برمیگردیم اینجا که اولین کاری که میکنیم یه سیستم پرامپت باید بسازیم. تو سیستم پرامپت چی میگیم؟ میگیم آقا پرسوناش چیه، در واقع این پرسونا میشه این مثلا این چی کار قرار بکنه، کیه، چی کار میکنه، اسمش چیه اگه قرار اسم بگیره. مثلا اینجا احتمالاً گفته که تو مثلا یه ایجنتی هستی برای وقت گیری. خب این اصلا داره You are a helpful, friendly and concise نمیدونم این کلمه رو AI assistant. دیدین helpful AI assistant نگفتم، این دقیقا اینجا گفت. You can also book a point. خب گفته تو یه اسیستنتی هستی و همچنان تو میتونی اپوینتمنت بوک بکنی برای کار، وقت ست بکنی. بعد داره میگه که الان کارنت دیت در حال حاضر زمان اینه. این اینجا اینو می‌بینی اگه برنامه‌نویس نیستین، حالا اگه برنامه‌نویسی هستین که می‌فهمید، اگه نیستین اینه که دیت str اینجا حساب شده، اینجا دیت str این مقداره که داره میره اینجا میشینه، این در واقع تاریخ و تایم الانه، داره اینجا به هوش مصنوعی میده. working hours یادتونه پرسید از من چی باشه، اینو داره فقط به هوش مصنوعی میده، هیچ فانکشنی براش هوش مصنوعی داره کنترل میکنه ساعت ها رو. بوکینگ ویندوز گفته چه تایمی، یادتونه پرسید که تا چقدر این بعد بتونه بهتون وقت بده، 7 روز. من اگه مثلا بهش بگم برای 2 هفته دیگه میخوام، احتمالاً هوش مصنوعی میگه نه نمیتونم بده. existing booking booked str. میبینید اینجا رو، این چیه؟ داره تمام اون اطلاعات، مثلا تمام اپوینتمنت هایی که یه کسی بوک کرده رو اینجا واسهش میفرسته. میبینی همه رو کرد یه استرینگ، یه متن خیلی بزرگ، تمام تقویم منو گذاشت این تو، البته این تو بوکت استرینگ، از این تو گرفتش و اویلیبل ها رو احتمالا اون بخش خالی رو در آورد و گذاشت این تو. میگه این ببخشید این بوکت هاست، اونایی که وقت های گرفته شده است اویلیبل، این وقت های خالیه. واسه اینجا حساب کتاب کرد چجوری درش بیاره. یعنی مثلا کد نمیزنم دیگه، اگه قبلا بود من باید خودم اینا رو مینوشتم، حساب کتابا رو میکردم. حساب کتاب کرد، گفت وقتای خالی ایناست، وقتای چیز ایناست. حالا این وقتی که کد اجرا میشه این دیگه یه تکست اینجوری نیست، ممکنه یه 10 خط تکست بیاد اینجا یا 6 خط تکست بیاد اینجا پر بشه. خب ولی این متن کامل میشه. یه سری قوانین گفته، یوزر وقتی که یوزر خواست باید اویلیبل باشه، اول بهش اویلیبل ها رو اونایی که موجودن رو پیشنهاد بده قبل از اینکه کانفرم کنی، یعنی نهاییش کنی. اسم و شماره تلفنش رو بپرس، دقیقاً همین اتفاقی که افتاد. وقتی که همه چی اوکی شد باید به این فرمت ذخیرش بکنی، این فرمت رو آماده بکنی و یه the tag must appear on its own line. آها میبینید گفته باید به این شکل، میبینید یه سری علائم قبل و بعدش داره، گفته به این شکل باید ذخیرش بکنید. این هم سمپلشه، این هم نمونهشه. after booking conform وقتی که تموم شد کانفرم کن با کاربر. تگو بهش نگو. تگ چیه من نفهمیدم. when it is complete you must include this exact tag in your confirmation message. اوکی. خب میگه که اینو باید تو مسیج نهایی که به کاربر نشون میدی اینو بذاری، ولی به یوزر نشون ندی و از یوزر فقط بخوای که کانفرمش بکنه. never double look a slot always check the available slot list first. خب گفته هیچ وقت دوبار بوک نکن، قبل از اینکه بوک بکنی یه بار باید چک بکنی به available ها. if the request time is not available اگه اون تایمی که کاربر خواسته در دسترس نیست، یه تایم نزدیک بهش پیشنهاد بده.
گفته که کمک رسان باش و از مارکدان استفاده کن برای کاری که میخوای بکنی و اینا، و اینجا تموم میشه. اینجا میبینید اینجا این سیستم پرامپت ما تموم میشه. خب سیستم پرامپت ما تموم شد. یادتونه بهتون گفتم تو ویدیو قبلی که این برای اینکه بخواد مثلا یه فانکشن رو کال بکنه لازمه که یه فرمت خاصی رو داشته باشه که بگه آقا این فرمت اگه تو جواب بدی من ذخیره میکنم. یادتونه؟ کجاست پس؟ چرا این نبود تو سیستم پرامپت؟ نبود یا بود؟ اینجا دیدین یه چیز عجیبی ساخت برامون، گفت که باید این کجا بود؟ گفت باید این تگ عجیب غریب رو درست بکنی به این فرمت و بذاری تو جواب. این داره میره تو چت ما، میره تو جواب چت ما، ولی اگه یوزر اینو کانفرم بکنه تو جواب چت، هوش مصنوعی اینو میاد پارسش میکنه و دنبال یه همچین علائم خاصی میگرده، دیتای وسطش رو در میاره، باز دیتای مثلا سالش رو در میاره، دیتای اسم رو در میاره، دیتای نامبر رو در میاره. اینا دیگه کده. خب بذار ببینم اینجا بوک تگ دیتکشن، میبینید دیتکشن داره، دیتکت میکنه اگه همچین تکستی توی چت بود، پس باید که اینا رو، این دیتا رو در بیاریم. میبینید با این روش داره دیتا رو در میاره، بهش میگیم رجکس، با روش رجکس داره دیتا رو در میاره و اینا رو پروسس بوکینگ تگ، اینا رو میده به این متد. این متد هم این رو ادش میکنه به اپاینتمنت منیجر که یه چیزیه که داره تمام اپاینتمنت ها رو ما رو منیج میکنه، تمام قرارهای ملاقات ما رو مدیریت میکنه. یعنی با این ما اد میکنیم، با این میخونیم چی خالیه چی نیست. این کلاس رو نوشته که ازش این دیتا رو در بیاره. خب الان ایجنت خیلی ساده بود و دقیقاً اومد از این روش اول، روش پرامپت بیس تول یوز اومد استفاده کرد، از نیتیو نیومد استفاده کرد. واسه همینه که خیلی راحت من الان میتونم که مدلش عوض کنم، بذارم یه مدل دیگه، بذارم جمنای 2.5، هرچند جمنای دقیقاً همونه، ولی اگه مدلم عوض بکنم can you replace model with GPT، مدلش هم عوض بکنم همچنان این کار میکنه، چون همه چی بر اساس پرامپته. پس چی شد؟ کل داستان اومده با پرامپت ساخته شده. یعنی اومدیم یه سیستم پرامپتی ساختیم، توی این اومدیم چی گفتیم اینجا؟ پرامپت بیس تول یوز رو اضافه کردیم، پرامپت بیس تول یوز رو اضافه کردیم. البته این کال نکرد هیچ چیزی، ولی اومد بر از همین پرامپت، از همین اسکیما ها استفاده کرد که این کار رو انجام بده، یه کاری رو انجام بده. خب حالا هر چقدر بیشتر به این اپلیکیشن فیچر اضافه کنیم، این چیزا بیشتر میشه توی این پرامپتش. خب حالا یه سوال، این تو گفتی که پرامپت باید خیلی حواسمون باشه به کانتکست ویندوز. مثلا ما 250,000 تا کانتکست ویندوزمونه، باید به لیمیت حواسمون باشه چیزای اشتباه نره توش. الان تمام این پرامپت ها و تول یوز به نظر چیزای اضافه میاد برای داخل سیستم پرامپت، درسته، ولی 250 تا کم هم نیست. خب یعنی مثلا این درسته، این به نظر طولانی اومد، این به نظر این طولانی میاد، هرچند واقعا خیلی هم طولانی نیست، ولی به نظر حالا این دیتا ها اضافه شه ممکنه مثلا دو سه برابر این بشه اندازش وقتی که اطلاعات اضافه بشه اونجا، ولی باز هم خیلی نیست. یعنی من الان اینو انتخابش بکنم، میبینید 1100 کاراکتره. بذار ببینیم توکنایزر آنلاین. ببین مثلا جی پی تی توکنایزر، من الان همین تکست رو بهش بدم، ببینیم چند تا توکن میشه. با جی پی تی 5.5 این تکست میشه 1100 کاراکتره. تعداد توکناش چند تا؟ 274 تا توکن تقریبا یک کلمه است. میبینی یو یه توکنه، آر یه توکنه به علاوه اون اسپیس قبلش، هلپفول یه توکنه، ولی کاما یه توکنه خودش. میبینی مثلا واسه یه سری چیزهای مختلف که مثلا کلمه نیستن یکم عوض میشه.
یا مثلا این خودش یه توکنه. یعنی مثلا این البته هر مدلی فرق داره ها، مدل توکن ساختن. مثلا جی پی تی 5 اینه، جی پی تی 4 اینجوریه، جی پی تی 3 اینجوریه. تعداد توکن های بیشتری میسازن. می‌بینی دارن بیشتر اپتیمایزش میکنن، بهینه سازیش میکنن، تعداد توکن ها کمتر بشه به ازای یه متن مشخص. خب توکنز آیدی، بعد توکن ها این شکلی میشن. بعدا توکن ها اول تکست، به ازای هر تکستی یه جدولی خواهد بود که میگه به ازای این تکست این عدد مقدار عددیش. بعد اینا در واقع همون امبیدینگ ها هن که بعد اینا میرن تو وکتورها و این داستان ها. حالا بحث آموزش هوش مصنوعی شو با عدد آموزش داده میشه، با تکست که نیست. خب برمیگردیم اینجا. چی داشتم میگفتم یادم. لوسی رو ببندم، پس هم ببندم گیجمون نکنه. پس گفتم که این توکن ها خیلی هم زیاد نمیشه، یعنی نگران نباشین. حتی این اگه مثلا چه میدونم 10,000 خط هم بشه، یعنی مثلا من بخوام 4 تا فایل هم مثلا داکیومنت هم باهاش بفرستم، مثلا برای دکتر دیگه، خب مثلا شاید اصلا لازم نباشه وقت باشه، یا مثلا شاید یه سری سوالهای پزشکی باید از قبلش ازش بپرسم تا مطمئن شم مثلا واقعا لازم وقت بدیم. اون سوالا رو هم میذارم توی اون سیستم پرامپتم. خب یعنی مثلا ممکنه یه پی دی اف حتی 100 صفحه‌ای هم بخوام بهش بزنم، چون که تو واقعا تعداد توکن ها خیلی زیاد نمیشه. یعنی تو یه حدودی داره دیگه. مثلا من چه میدونم تا 50,000 تا من فکر کنم اوکی باشه بریم جلو. خب من تو بگم تا 50,000 تا توکن رو ما میتونیم بدیم به سیستم پرامپت. این یه همینجوری گفتم ها، نمیدونم، اینو به سرچ کنید تو اینترنت. How many token is okay for system prompt for 2000 مدل. بذارینیم یه تقریبا داره میگه مکسیموم 5,000 تا. من فکر کنم خیلی بالا گفتم. ببین ریکامندده ولی دلیل نمیشه که. خب بذار این سیستم پرامپت what about additional data instead of rank. خب داره میگه که آره دیگه، یعنی سیف داره میگه که همیشه یه 50 تا 100,000 تا خالی بذارین که برای این چت هایی که با مثلا کاربر میره و میاد. ولی مثلا شما 5,000 تا سیستم پرامپتتون باشه و حالا مثلا یه دیتای خاص ادیشنال دیتا که باز هم به همون سیستم پرامپت قرار اضافه شه، اونجا هم مثلا دیگه میتونی 50,000 تا حتی 150,000 تا بسته به مدل چیز، مثلا تا 150,000 تا هم بهش میتونید دیتا بدین. این عدد خیلی بزرگیه، شما دیتا خیلی زیادی میتونید بهش بدین. ولی اینا هم باید در نظر بگیرین. همین این باعث میشه که ممکنه این آروم کندتر بشه و خب محدودتر میکنه دیگه مقدار مسیجایی که کاربر میتونه بده. اینم یادتون نره هر سری کل این توکن ها رو، کل این مسیج رو ما داریم ارسال میکنیم برای AI. خب ببینید همینجا الان بهتون نشون بدم دیگه. من الان اینجا بهش بگم 9 am. میبینید بریم کامپلیشن رو ببینیم چی واسش فرستادیم. برای AI ما این ریکوست رو فرستادیم، گفتیم سیستم پرامپتمون اینه. میبینید تمام اون متنی که گفتم اینجا الان هست. الان میتونیم ببینیم که اصلا چقدر هست. کپی بری یعنی 500 توکن ما اون سیستم پرامپتمون داره میره. یعنی اویلیبل ها اینجوری رفت براش، بوکین رول ها اینجوری رفت، اگزیستد اینجوری رفت. و این به علاوه اون سیستم پرامپت میبینین یه یوزر هست what are your availability today، یعنی این اولین مسیج من. بعد اسیستنت اولین جواب خودش. بعد دوباره یوزره که 9 am رو من فرستادم. بعد حالا تو ریسپانسش
که نمیبینیم اینجا به هر دلیلی. عجیبه. آها ایونت استریم، چون استریم داره میکنه، ببخش استریمینگ باید چک میکردم. این جوابشه great to book 9 am slot for you I just این ریسپانسشه. و حالا یه مسیج دیگه بفرستم. your full name ایلیا. نامبرم یه چیزی رو میزنیم. حالا اینو اگه بفرستم چه اتفاقی میفته؟ دوباره ما کل این مسیج ها رو میفرستیم به علاوه این مسیج جدید و این حتی این از جواب خود AI. بریم ببینیم. دیدین؟ دوباره 9 am رو فرستاد. این جواب آخریه که اونجا بود و فرستاد. دوباره جواب منم فرستاد تا یه جواب جدید بگیره. چجوری من رفتم روی اون استریم این دفعه قبل؟ نمیدونم. یه بار دیگه باید کلیک بکنم. خب could you provide your full name and complete ببینید این جالبه، این هوش مصنوعی تشخیص داد که من اسمم کامل نیست، فقط اسم فامیلیم نیست و شماره موبایلم هم اشتباهه. دیدین؟ و این هی ارسال میشه، میدونی هر سری این کل این دیتا میره میاد. هر چقدر این دیتا سنگین تر میشه ممکنه که هزینه شما هم بیشتر بشه، چون شما هزینه رو بابت میزان توکنی که دارین مصرف میکنید میدید. پس هر چقدر این کانتکست ویندوز بیشتر بزرگتر و بزرگتر میشه اون هزینه داره بیشتر میشه. این مطلب. یه مطلب دیگه اینجا جا نندازم من، چون قبلا هم مثلا راجع به همین بحث کانتکست ویندوز صحبت کردم که هر سری ما داریم کل مسیجا رو میفرستیم و اینا. یه روش‌هایی هست که الان حالا توی این AI پس ارسال کردن روی روی HTML این کار انجام نمیده. یه روشی هست به اسم کشینگ، شاید شنیده باشین، که میگه که کانتکست رو کش میکنی. یعنی اینکه به جای اینکه من دیگه کل این خیلی از مدل ها، نه همه مدل ها، به جای اینکه کل این رفت دیگه بسنش کل این پیغام ها رو بفرستم تو مثل به علاوه آخرین سوالم، میاد مثلا به من میگه وقتی این جواب مثلا آخر به من میده، یه کدم بهم میده، یه آیدی هم به من میده، میگه دفعه بعد اگه خواستی این چت رو ادامه بدی دیگه کل چت رو نفرست، این آیدی رو بفرست به علاوه مسیج جدیده. اون باعث میشه چی؟ باعث میشه که این اتوماتیک داره تو مموری کل چتو و میره فقط مسیج منو اضافه میکنه به تهش. این مدل کار کردن که کانتکست کشینگ بهش میگن، کانتکست کشینگ اگه اشتباه نکنم. این باعث میشه که هزینه اون هوش مصنوعیتون ارزونتر میشه، چون کشینگ هزینه کمتری داره اگه از کش استفاده کنی. چون اون وقت خب اونم میتونه کل این متنا رو نفرسته، یه سری پردازش ها حذف میشه دیگه، لازم نیست دوباره توکنایزر ران بشه و این داستانا. ولی خب رو همه مدل های موجود نیست. مثلا میبینی رو فلش ها هست، مثلا نمیبینم الان رو لایت، مدل جمنای لایت فکر کنم ندارش، مطمئن نیستم ولی انگار نداره. بعد این باعث میشه اون ارزونتر بشه، سریعتر بشه جواب، و حالا این تمام این داستانا هست توی این مثلا ایجنت های کرسر و کلاد کد و اینا از این کشینگ ها استفاده میکنن تا خیلی بهینه کنن هزینه های شما. حالا واقعا واسه نسخه اول ایجنتی که داریم مینویسین فکر کردم به این چیزا اضافیه، ولی میخوام این دانش رو داشته باشن اگه مثلا به این یه جا رفتین خوندین کشینگ نگین که ایلیاد حالیش نیست. خب بگم که من بلدم، حالیمه. خب ایلیا حالیش نبود، یه چیزی هست به اسم کشینگ و اینا، این احمق همش داشت کل متن همیشه میفرسته. نه میدونم اون وجود داره، تو بحث اینجا نمی گنجه، ولی همچین راهکارهایی هست. خب و واقعا هم برای یه اپ که اینجور چیزیه نمیارزه برین سراغ اون، واقعا برای وقتی که واقعا خیلی مصرف ایتون بالاست، خیلی متن داره طولانی میشه، مثلا 10 بار متن میبینی، حتی یه لیمیت هم داره اونجا، یه لیمیت هم داره. حالا با 10 بار مثلا من متن فرستادم اومد رفت و اومد پیغام، واقعا لازم نیست از کشینگ و این استفاده کنم. خب حالا این ویدیو واقعا به نظرم همینجا جمعش کنیم و دیدین دیگه چجوری تونستیم که یه ایجنت واقعا بسازیم که تونست واقعا برامون بوک بکنه. حالا این بوک کردنش
داخلی بود، یعنی روی مثلا دیتابیسی نبود یا مثلا به گوگل کلندر و اینا وصل نبود دیگه. حالا مثلا وقت بذارین، بیشتر تایم بذارین، میتونین بهش مثلا وصلش کنید، اینو به گوگل کلندرتون، رو گوگل کلندرتون وقت دهی بکنه. خب یا مثلا چه میدونم، حداقل اینکه اینو به دیتابیس وصل کنید دیگه، این وقت تو دیتابیس بنویسه، نه اینکه رو هوا بنویسه. یا مثلا وقت ثبت شد مثلا یه ایمیل هم ارسال بکنه برای هر دو طرف، یه اسمس هم به اون شماره که داده بفرسته، یه دونه هم به دکتر بفرسته که بر فردا وقت اوکی. میدونی تمام اینا دیگه حالا بحثایی که واقعا چیزای اضافه است که میتونی اضافه کنی. پس این شد یه چت ایجنت. خب تو ویدیو بعدی من میخوام قابلیت اینو بهش اضافه کنیم که احتمالاً خیلی نوسع باشه، که وایسش کنیم. یعنی چی؟ یعنی منم بتونم وایس بفرستم برای اینم بتونه جواب منو به وایس بده و وایس ایجنت ما ریل تایم نخواهد بود. یعنی من وایس رو میفرستم، این تبدیلش میکنه به متن، میفرستش برای هوش مصنوعی، هوش مصنوعی اون متن جواب میده، دوباره یه هوش مصنوعی دیگه اینو واسه ما پخشش میکنه. میشه وایس ایجنت. خب توی ویدیو بعدش من میخوام اون رو تبدیلش بکنیم به ریل تایم ایجنت. این یه چیزیه که مثلا چت جی پی تی داره که من باش صحبت میکنم، خیلی سریع جوابم میده. یه ویدیو دیگه احتمالا خواهم ساخت که باهاش ایجنت تصویری بسازیم. یعنی مثلا بریم توی های او نه بگم. بریم هایجن، یه آواتار بسازیم و مثل اینا، و وقتی باش صحبت میکنیم آواتاره جوابمون، انگار یه آدم اونجاست و داره جوابمون جذابش کنیم. ولی در کل اینو میخوام فقط فهمیده باشین که ایجنت چیه و چرا همه جا الان همه چی ایجنت ایجنت ایجنت، چون واقعا الان کلی تولز های مختلف، فانکشن های مختلف به این میتونید وصل کنید و اون هوش مصنوعی شما بر اساس اینکه حالا چقدر هوش مصنوعی خوبیه. الان مثلا فلش لایت کار کرد اینجا، ولی ممکنه یکم کار پیچیده باشه، یکم گیج بزنه، واسه همون دیگه باید بری سراغ مدل‌های بهتر و بهتر تا کارهای پیچیده تری انجام بدی. اینه که الان همه چی داره میشه ایجنت، ایجنتیک ورد، ایجنتیک دیس، ایجنتیک دد، همه چی ایجنت. اینه. خب امیدوارم این بخشم مفید بوده باشه. تا ویدیو بعدی خداحافظ. لایک و سابسکرایب هم بکنید، کامنت هم بذارید، من واقعا انرژی بگیرم و اگه واقعا به درد بخور هست که ادامه بدم این ویدیوها رو. ممنونم. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.